چه روش‌هایی برای باطل کردن معامله خودرو حتی پس از تعویض پلاک و سند وجود داره؟ اولین مورد، اگر هر یک از طرفین دچار ضرر فاحش شود، یعنی یا گران بخرد و یا ارزان بفروشد. دومین مورد، اگر خودرو قبل از معامله دیده نشده باشد و صرفاً بر اساس توصیف فروشنده خریداری شده باشد و بعداً مشخص بشود این توصیف نادرست بوده. سومین مورد، اگر در زمان معامله خودرو دارای عیبی پنهان باشد که خریدار از آن بی اطلاع بوده، می تواند قرارداد را فسخ کند. 4. اگر فروشنده نتواند خودرو را در موعد مقرر تحویل دهد، خریدار حق فسخ دارد. و مورد آخر، اگر یکی از طرفین به شروط تعیین شده در قرارداد عمل نکند، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند. تمامی این شروط برقرارند مگر اینکه جمله اسقاط کافه خیارات در قرارداد نوشته شود. ایران لگال، مشاور حقوقی، قائل اعتماد شما.